از حضور شما. این چرا بغمق میزنه؟ بله بفرمایید عزیزم. سلام آقای رئیس جمهور. بله بفرمایید قربان. خسته نباشید. ممنونم قربان، بفرمایید. حالتون خوبه؟ قربان من میخواستم یه سوال بپرسم از خدمتتون. بفرمایید. میخواستم بدونم شما کی ان ما زیارتتون میکنیم در ایران آینده به عنوان رئیس جمهور؟ واقعا امشب یک مقداری از برنامه و شاید هم همه برنامه مختص به اون باشه، چون به بعض به جای رسیده که دیگه به قول معروف راه پس و پیشی باقی نمونده و فقط یک راه باقی مونده. اون امشب راجع بهش صحبت میکنم. خیلی ممنونم. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای عطابکی. سلام قربان، بفرمایید. آقای عطابکی از هلند مزاحمتون میشم. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. قربون شما. آقای عطابکی یک روز قبل از اینکه انتخابات بشه تو هلند، چون ما خونمون نزدیک سفارت هستش، بله، یکی از دوستام اونجا با اصطلاح تازه اومده کار میکنه. شب قبلش من با اون کار داشتم، بعد رفتم جلو سفارت با اون قرار گذاشته بودیم. قبلشون داخل سفارت بود خودش چند تا صندوق آورده بودن واسه انتخابات. بله. آره. بعد 4 تا صندوق بودن، 3 تاش سفید بود، یه دونش آبی رنگ بود. بعد بهش گفتم این چرا اینجوریه؟ گفت این 3 تا اینا کلند یعنی خودشون پر شده است. این صندوق آبی هم برای اینه که میان تو انتخابات شرکت کنن. بعد اینا رو فرداش مثلا رأی‌ها رو که جمع میکنن مثلا اعلام میکنن که چجوری بوده سیستم، مثلا شماره شعارها به نفع کی بوده. بله بله. بعد زیر این صندوق آبیه که من همینجوری من نگاه میکردم دقت کردم، زیرش نوشته بود عطابکی کنی. یک ربع وقت خودش رو گرفت، وقت ما رو گرفت، وقت بینندگان عزیز رو گرفت. بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام علیکم آقای پرزیدنت عطابکی. بله بله بفرمایید. خسته نباشید. قربان شما گفتید که مخالفان بیان صحبت کنن بدون بی‌ادبی. من یه سوالی داشتم از شما. من یکی از مخالفان سرسخت شما هستم. بله بله. می‌خواستم بپرسم که شما تا حالا تریاک کشیدی؟ شما چه علاقه‌ای به این دارید؟ آخه قیافتون آخه شما خیلی به سمت این معتادا اینا شیره یا تریاکی ها میخوره. تشریف بفرمایید که کجا؟ من باور کنید تشریف نمیدونم عزیزم. جسارت ندارم. شما سوالتون بسیار جدیه. نمیخواید بله نمیخواید رئیس جمهور آیندهتون تریاکی باشه. من میدونم شما سوالتون بسیار بجاست، بسیار خوبه، ولی سوالی که من از شما دارم اینه که کجای قیافه من از چه نظر به تریاکی شبیه؟ آقا اصلا چهرهتون خیلی تابلو میزنه دیگه، یه جوری مثلا تابلو میزنه. به خاطر این مثلا ما برای اینکه خیال شما راحت بکنم خیلی ممنون ازم. برای اینکه بله برای اینکه خیال شما راحت بکنم نقربه. بندش علاقه به این ندارم. اتفاقا تا 2 ساعت پیش هم در اینجا در یک جیم بودم ورزش میکردیم. 3 روز در هفته ورزش میکنم با سن و سالم. اگرم کت شلوار اون در بیارم یه نگاه بدن من بکنی خیلی خوشتون میاد و اصلا ما تو زده میمونید که من رای میدم به شرطی که شما به یه مقدار که این صورتتون رو درست کنید. بله خیلی ممنون. اون دیگه مسئله شناسنامه است. اون دیگه مسئله شناسنامه است. ما پرزیدنتمون مثلا چیز باشه قیافش مثلا به عادت باشه. بله ما دیگه اون دیگه مسئله شناسنامه است، کاریش نداریم. بسیار تشکر میکنم خیلی ممنون از تلفنی که کردید. و میخواستم بگم که آقای داورن دستشون در نکنه، همچین پرزیدنتی رو بودن اینجا ما استفاده میکنیم. خیلی کرکر خندد آقا. بله شما بخندید. شما بخندید. بله این آقا احساس خنده میکنه. اینها هستن عوامل بیچارگی ما، عوامل عقب ماندگی ما، عوامل این بحرانی که الان درش زندگی میکنیم. 30 ساله داریم درش زندگی میکنیم و مملکت از دست رفته تا الان، مگر اینکه مردم به خودشون بیان و بخوان واقعا یه عملی انجام بدن. بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما. درود بر شما، بفهمید. مثلا میگن که همونطور که مطلع هستین مردم به دستور شما و آقای داور از نشون تکون نخوردن و قرمه سبزی خوردن. بله بله، خیلی ممنون. شما بفهمید عزیزم. الو، بفهمید. جناب آقای عطابکی. جانم بفهمید. شما میتونم یه پیشنهادی داشته باشم؟ خواهش میکنم بفهمید. اسم مستعار بذاریم برای حقاشپش دوم شما هستی. خیلی ممنون. خب بعدش چی؟ دیگه چی؟ حقاشپش دوم. اولا حقا کیه که ما میخوام دومش باشیم؟ بفهمید خواهش میکنم. من با نظر شما خیلی موافق هستم. امیدوارم که مردم گوش بدن. این کثافت آخونده، اون سیدالی پنجرونی، اون خامنه‌ای کثافت، اینا همشون چونی زادن، عربن. خیلی ممنون. اینم یه نظر ایرانی دیگه. خیلی ممنون، قربان شما. شما بفهمید عزیزم. سلام علیکم آقای عطابکی. سلام قربان، بفهمید. بخش من در رابطه با خانومی که تماس گرفتن گفتن ما جامعه ایرانی داشت توهین میکرد، شما هیچ چیز اعتراضی نداشتید بهشون، میگفت بی سوادن فلان. خب این ببینید اینو من بهشون بگم، من هم گاهی اوقات این کلمات از ذهنم در میاد. منظور و مقصود دنبال روهای آخوندا هستن، دنبال روها کسانی که مغزشون شسته شده، کسانی که ببینید به یکی گفتیم که آقا برید این خامنه ای رو بکشید، گفت وا خاک عالم سنگ میشیم. منظور به اون اشخاصه، نه جامعه کلی ایرانی. نه آخه ایشون منظورشون با جامعه ایرانی نه جانم، من خودشم ایرانیه. ببین عزیزم، اون خودشم ایرانیه، بندم ایرانیه. این که معنی نداره آخه. خود نه اجازه بده، شما که کلی داشتی صحبت می‌کردیم، ما کل پشت خط بودیم دیگه. نوبت ما شده، اجازه بدید ما صحبت بفرمایید. اون خانم خودشون بی سواده که زنگ زده به برنامه شما و داره میگه نمیدونم اینجوری است. خب اگر تو اعتراض داری، چرا داری اعتراض تو پشت داری عنوان میکنی که همه دارن میبینن؟ بعد این خانم خودش بی سواده که شما رو به عنوان رئیس جمهور آینده مملکتش داره انتخاب میکنه. خیلی ممنون. شما نکنید عزیزم، اون دلیل بی سوادی نیست و شما هم که نمیخواید بکنید دلیل سواد داشتنتون نیست. شما بفهمید عزیزم. شما بفهمید. آقا توکی جانم بفهمید. آقا توکی این خانم سرین چه نمیاد؟ کردیش رفت؟ ای بابا، شما بفهمید عزیزم. اینایی که عقلشون از طریق مذهب دزدی شده و احمقن. من با خانم موافقت میکنم. یا آقای دیگه اومد اعتراض کرد، اعتراض نداره قربان. کسانی که مغزشون رو از طریق مذهب شستن و از بین بردن احمقن، چیز دیگه هم نیست. آخه یعنی چی؟ این هم بدبخت ها از یهودی ها دزدیدن، از همه جا یهودی ها میخورن، هنوز هم که هنوز دازه باشون بدم هستن. اونایی هم که همکاری نمی کنید، میخواید هنوز طرفدار آخوند و عبا و عمامه باشید. امیدوارم که مردم دونه دونه ترتیبتون رو بدن. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب عطابکی. درود بر شما جناب، قربان شما. بفهمید. من ایرانی، رئیس جمهور ایرانی جناب عطابکی. قربان شما. ما بزرگوار ایرانی. من اون خواهرت گاهی شما بفهمید عزیزم.